با نام خدا با عرض سلام، حکیم نوروز هستم. میخوایم که در این برنامه دواهای گیاهی را به معرفی بگیرم. دوستای عزیز، این نباتات گیاهی را که چند قلم از به خاطر کمردردی و پایدردی می باشه. دوستای عزیز، اول خوب است که بفهمیم چرا کمردرد میشیم یا پایدرد میشیم. کمردردی حالتهای مختلف داره، اما تا جایی که ما تجربه کردیم میفهمیم که چیزای گرنگ بلند بکنیم میشه کمردرد باشیم، یا درد سابقه یعنی دیرینه می داشته باشیم و این به نام دسک کمر یا که استخوان‌های کمر خود دور نزدیک می سازه. وقتی که عکس میگیرن میبینن که دسک کمر شده و شدت دسک کمردردی در طرف پایین میاد و بدون دسک کمر هم میتونه شده که پایدرد یا کمردرد باشه یا دردای مفصل یا دردای عصبی باشه. دوستای عزیز، این برنامه را تا آخر بیننده باشه و با دوستانتان شریک بسازی. ما از این جمله چند نوع نباتات گیاهی را که ما به معرفی میگیریم شما متوجه باشه. من نمایش میگیرم که شما چطور از این استفاده کنی و از یک نتیجه خوب بگیرید. به نام گند هندی است که همه هموطنان ما به این نباتات گیاهی و طبیعی آشناست. و قلم دوم هم به نام شکاکیل یا نرعالم است. سرنجان، گند کتیرا، نبات، قرص کمر، ازگند ناگوری، بهمن سفید، کندر، کچور. دوستای عزیز، همه نباتات ما 10 قلم شد. مقدار و ترکیب استفاده از این را با شما یک جای میبینیم، بیننده باشید. خب دوستای عزیز، در شروع که نامه های دوا را گرفتیم که به خاطر پایدردی و کمردردی می باشم. شما هر وقتی که خواسته که این نباتات گیاهی را بگیری به دکان‌های عطار پیدا میشه. دوستای عزیز، و نباتات گیاهی را وقتی که گرفتی خوب سعی پاک تمیز کنی که هیچ چیزی نداشته باشه و بعدا شما این میتونی که یکجا کنی. مقدار اندازش: قرص کمر 30 گرم، گند هندی 20 گرم، کندر 10 گرم، کچور 10 گرم، گند کتیرا 10 گرم، نریالم 10 گرم، نبات 50 گرم، سرنجان 10 گرم، بهمن سفید 10 گرم، ازگند ناکوری 10 گرم. کل از این را شما یک جای کده میده کنی. کسی که شکر داره، شخصی که شکر داره، پایدرد، کمردرد است، میشه که بدون نبات دیگرای از این را یک جا کنه، بدون ترس و هراس بخوره و اگر نه که شکر داشت نبات مکس نکنه. دوستای عزیز،
تنها به کمردردی نه بلکه به کمبود کلسیم، به تقویت اعصاب، به دردای مفصل و دردای عضلات و همش فایده داره. چی کسا ایره نکنه استفاده؟ کسایی که گرده درد است، مثلا گردهش چرک میکروب داره، درد گرده پایین به کمر میآید. متوجه باشه اگر گرده درد بود اول تست شوه، معاینه شوه، ببینه که درد کمر 100% با کمر ارتباط داره یا دکس کمر است یا استخوانای کمر دور نزدیک شده، یا ای که چرک گرده دردش از زیاد ساخته، درد پایین آمده. اگر درد گرده داشت اول در ابتدا تداوی گرده خود کنه، گرده که خوب شد کمر و پایشان اعلام میده. اگر نه که هیچ مشکل گرده نداره، فقط مشکل دسک کمر، کمردرد، دردای مفصل یا دردای روماتیسم است یا کمبود کلسیم است. دوستان عزیز متوجه باشید که عینک‌های زانو که وقتی که مواد کم کرد درد پیدا میکنه و خود استخوان‌های کمر وقتی که دور نزدیک شد درد در پایین پای میاد. متوجه باشید دوستان عزیز که این نباتات گیاهی که در قلم که یک جا میشه با کمبود کلسیم یعنی همون موادی که کم شده ایره میتونه که آهسته آهسته پوره کنه و بدون حوارث باشه. دوستان عزیز کسایی که گرده درد است یا گلو درد است یا تکلیف جگر داره یا خانمای حامله دار یا تکلیف‌های قلبی یا استفاده نکنه، کسایی که فشار داره بسیار در شروع اول کم استفاده کنه که فشارش بالا نبره. بعض کس تکلیف فشار داره و به غذام فشارش بالا میره و در غیر از او دیگه هر کس میتونه که از این دوا استفاده کنه. خانم ها یا دختر خانم ها در وقت عادت قاعدگی یعنی عادت ماهوار که بود از این دوا استفاده نکنه، اما پیش از او و بعد از او میتونه که استفاده کنه. به خاطر کمردردی دسک کمر، به خاطر پایدردی یا عینک‌های زانو که وقتی که کم میکنه مواد میتونه که از این دوا استفاده کنه. مقدار اندازه از این فقط قاشقک چایخوری در شروع اول نیم قاشقک، بعد از یک چند روز بعد میتونه که یک قاشقک چایخوری را فقط کپه کنه، بالایش شیر نوش جان کنه. اگر شیر نبود کت آب کوشش کنه که داغ هم نباشه و سرد هم نباشه. کوشش کنه که شیر بسیار خوب مزه‌دار جور کنه که شیر داغ هم نباشه و بسیار سرد هم متوسط باشه. وقتی که را شروع کرد متوجه باشید دوستای عزیز که برای یک روز دو روز نه، نظر به مشکل مریض که یعنی کمردردی از این چقدر وقت میشه یا پایدردی از این چقدر وقت میشه. اگر روزای کم بود این با چند روز کم میتونه که خوب شود. اگر این دیرینه بود، سابقه بود یا دسک کمر بود یا مواد که کم داشت یا کمبود کلسیم داشت، این باید است که از یک روز تا یک ماه، از یک ماه تا 2 ماه تا 3 ماه را استفاده کنه. آهسته آهسته خوب میشه. دوستای عزیز از این تیار ترکیب کدگی از این را جور کدگی از این را ما با خود داریم تیار آمده به نام صفوف کمر که جمع نمشته کردیم ساخت خود ماست به نام صفوف کمر که از این کدام خوبتر و بهتر کوشش کردیم. تیار ترکیب کدگی است که اگر اینجا بتانه بیای خوب، اگر نتانسته شما خودتان میتونه که را جور کنه یک جا کنه و اگر کدام مشکلی هم بود میشه که با شماره ما با آدرس ما برای صفحه هست. انشالله ما در خدمت هستیم. هر وقت که شما تماس بگیرید ما در خدمت هستیم. اگر نه که خودتان تانستی اموجه آماده ساختی هیچ مشکلی نیست. اگر مشکل داشتی با ما تماس بگیرید و ما تیار آمادگی از این را داریم به نام صفوف کمر یا به نام حب ازگن که به نام حب ازگند است که تیار گلی تیار جور شده. گولیکای یونانی است که بدون حوارث است، میتونه که شما از این استفاده کنید. و مرهم دردرک از این مرهم تیار جور کردگیش ما داریم که این را میتونه که بالای جایی که درد میکنه آهسته آهسته مساج بده یا مالش کنه که دردش خوب کنه و مسکن تسکین نباشه، بدون حوارث باشه.
خوب دوستای عزیز، این بود برنامه ما که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد که از صفحه ما به نشر میرسه، شما را به خداوند یکتا مسپاریم.